توی نظریات جامعه شناسی مطرح میکنن نقطه شروع اصلاح چیه؟ میگن آیا فرد باید درست بشه و بعد افراد که درست شدن جامعه صالح درست بشه؟ یه نظریه میگه که نه، جامعه سالم فرد سالم درست میکنه. در یک جامعه ناسالم افراد محکومن به خراب شدن. اما من فکر میکنم نظریه درست اینه. یعنی من یه نظریه سومی رو میگم. من معتقدم خانواده هم فرد رو درست میکنه هم جامعه رو. خانواده درست بشه، افراد درست میشن، جامعه هم درست میشه. مهمترین عامل تبلیغ دین اسلام در جامعه ما تشکیل خانواده های متدین خوشه. خانواده ای که زن وقتی میگه نه به من توهین میکنه، نه به من خیانت، نه به من دروغ میگه، من در مذهب این مرد تو خانوادم امنم. شوهر بگه که من زنی دارم امین، صادقانه داره خدمت میکنه تو خونم، صادقانه داره منو به هم رسیدگی میکنه، به من وفاداره، من خاطره خوش زندگی با یک زن مذهبی داشته باشم. خانواده خوش مبلغ اسلامه.